جناب فرانی، من یه سوال خیلی کلی داشتم. حالا درسته محروم داشتیم، نمیدونم مصدوم داشتیم، ولی سوال خیلی کلی من اینه اگر ما واقعا تیم حالا پرحاشیه که وضعیت درستی نداره مثلا همین تیم بابل رو یا مثل تیم استقلال مولاسانی رو نتونیم ببریم، بالاخره چه تیمی رو میتونیم ببریم؟ خب حق با شماست، وقتی ما نمیبریم باید هم چنین سوالایی پرسیده. من فقط یه چیز میتونم بگم در جواب شما، اینکه ما واقعیتش اینه که بدون موقعیت داریم امتیاز میدیم. شما بازی رو دنبال دارید میکنید، ما موقعیتی به حریف نمیدیم و گل میخوریم. گلایی که میخوریم حداقل برای من تو بعد از این همه سال فوتبال خیلی عجیب غریبه. ما با اوت دستی داریم گل میخوریم، یا بازی با مولاسانی شما اتفاقات بازی رو دید. الان ما باید زودتر برگردیم به امتیاز گرفتن. تیم باید امتیاز بگیره، تیمی کمی تحت فشار، از اون فشار باید خارج شه. به قول معروف ما با اولین برد همه مشکلاتمون حل میشه. متاسفانه امروز دقیقه 96 97 من نمیدونم چه دقیقه‌ای بود این اولین برد از دست دادیم. فقط من تنها چیزی که میتونم بگم امسال شما دیدید همون مولاسانی تای جدولی رفت بالای جدول، پارس جنوبی رو برد. لیگ یک فاصله خیلی کمه و الان تو این 4 5 هفته اول نمیشه گفت کی مدعیه یا کی اصلا برای صعود داره چه می‌کنه. یه مقداری هنوز زمان میبره تا جا بیفته. الان عیال کاری بقیه تیم‌ها ندارم، حق با شماست. ما نباید این امتیازها رو از دست بدیم. توی خونم ما 3 بازی تو خونگی 2 امتیاز گرفتیم که اصلا آمار خوبی نیست. من بازی بیرون خونه ما 2 بازی خب بحث خیبر رو بذاریم کنار، بحث سپاسی رو بگیم که باختیم. نتایجمون اصلا با اون چیزی که داریم فوتبالی که بازی می‌کنیم نمی‌خونه. من نمیگم تیم ما فوتبال عالی بازی می‌کنه، اما حقش هم نیست که اینقدر کم امتیاز بگیره. شما همین الان نیمه دوم رو نگاه کنید، ما بعد از گل اول 2 تا 3 موقعیت 100% از دست دادیم. و متأسفانه دقیقه 96 اینجوری تنبیه شد. ممنونم. آقای زحمتکش، آقای فرانی خسته نباشید، تو ذهنم جای دیگه هست و متاسفانه امروز من علیرغم احترامی که برای شما قائلم دیگه، خب ارادات قلبی منو بخشید، میخوام بی پرده سوال. ببینید ما نیمه نخست با توجه به اینکه 2 تا هافک اصلیمون رو نداریم، آقای رستمی و آقای سیامک علیزاده، اومدیم از زوج خرم‌الحسینی انبساطی با استفاده کردیم که واقعا خوب بودن. ببین اینجا رو باید گفت. تو همون نیمه اول هر دوشون اخطار گرفتن. طبیعتاً انتظار میرفت وقتی که محمد خرم‌الحسینی میاد بیرون، آرمی انبساطی کشته میشد بیرون. یعنی ما میتونستیم جای رضا زاهدتبار حداقل خرم‌الحسینی رو بکشیم بیرون که حداقل آرمی انبساطی میکشیدیم بیرون که مستعد اخراج بود. همون میشه گفت حفره باعث اخراج شد و همون یه جورایی تمرکز تیم به هم ریخت، ما گل خوردیم. یه مورد این، آیا کمک‌های کنار زمین نمیتونه این موضوع رو به کادر فنی انتقال بدن؟ آیا خود سیامک فرانی حواسش به این موضوع نیست که آقا بازیکن اصلیش اخطار داره و احتمال اخراج داره؟ این دو موضوع رو لطفاً جدا جواب بدید. سوال دوم، ما چرا اینقدر رو توپ‌های هوایی ضعیفیم؟ تو باکس حریف اصلا نمیتونیم هد بزنیم، هدم میزنیم آنچنان جای دفاع نداره و دقیقاً روی یک پرتاب، روی یه توپ بلند ما گل می‌خوریم، هد اول میزنن، ضرب دوم تو باکس ما میزنن. با اون که محمد مختاری تو کادر فنی است، چرا وضعیت دفاع ما اینقدر ضعیفه؟ آیا برمیگرده به ترکیب 3 دفاعی ما؟ بازیکن‌ها عادت ندارن به این ترکیب یا مباحث دیگه؟ لطفاً این 2 سوال، چرا آرمین انبساطی زودتر تعویض نشد و اینکه چرا دفاع ما اینقدر توی توپ‌های هوایی و تو حمله توپ‌های هوایی ضعیف هستیم؟ این 2 سوال لطفاً جواب. در مورد سوال اول تو حسین، ما 2 تا هافکمون 2 تا کارت زرد داشتن. ما بین 2 تا بعد یکیشون 100% می‌آوردیم، چون جریان بازی و شکل پستی که ما دارن منتهای مراتب سید محمد کسی بود که دیرتر به ما اضافه شده بود و اصطلاحاً نظر بدنی یه مقدار عقب‌تر بود. سواء اینکه خاطر پنالتی که از دست داده بود یه مقدار عدم تمرکز داشت و ما در حقیقت اینجا دیگه یه انتخاب کردیم که کدوم بیاد بیرون. یعنی بین آرمین و سید محمد گفتیم حالا با توجه به آمادگی آرمین بیشتره این انتخاب بدیم که متأسفانه اخراج من صحبت دارم. حالا ببینید به نظر من اگه اولا خطا نبود، اگه خطا بود که کارت زرد نداشت، چون 2 تا روبرو هم بود. رو بحث گلایی که ما داریم می‌خوریم، من فقط به شما میگم ما گلای بد داریم می‌خوریم. این بحث هوا نیست. ما تو این بازی ما حداقل 3 تا 4 تا ضربات اسکورلام ضربه به زدیم. یعنی تونستیم تاثیر بذاریم. رو هوا اینقدر ضعیف نیستیم. بیشتر از اینکه تو بود دفاعی تو هوا ضعیف باشیم، گل بد می‌خوریم. شما نگاه کنید اگه بالا میشه تو سر همه سر می‌زد. من قبول نمی‌کردم. گفتم دفاعم رو هوا خوب نیست. اما توپ اومده رو زمین، افتاده رو زمین بغل پا زده. که اول زدن. آره صابونده دیگه. میخوام بگم انقدرم ضعیف نیستیم. ما اینا والا نمیدونم، حالا شاید خیلی انتقاد کنن. ما گلای خوبی نمیخوریم. گلای
تو این چند تا بازی شما گلایی که ما خوردیم از مثل کرمان رو نگاه کنید، شما بازی با همین بازی رو نگاه کنید، گلامون گلایی که واقعا عجیب غریبه. ما برتری عددی داشتیم، تو یه اوت تو افتاده گل خورد. ولی بازم حرف شما درست، قسمت دومش من میگم بحث هوایی ما باید بیشتر کار کنیم. حالا من محمد آقا همه کادر فنی بعد خیلی بیشتر بازیکن تو زمین، بازیکنای با تجربه بودن، بازیکنای فوتبال کرده ای بودن. تو 96 باید یه مقداری با تمرکز بیشتر انجام بدیم. به نظر من این رسیدن به برد اول این هیجان زیاد به تیم وارد کرده و این کمی به قول معروف تمرکز رو گرفته. علی ای حال با تمام ضعفات گفته گردن منه و من باید بهتر کنم. آقای فرانی واقعا یه انتقادی به مربی بدنسازتون فکر کنم باید وارد کنیم که دقایق آخر بازی بچه‌ها انگار علاوه بدنی کم میارن، انگار اصلا نمیتونن ادامه بدن وقتی یه نتیجه یا جلوان نمیتونن نگه دارن که بتونن تا آخر به 3 امتیاز برسن. و اینکه این تعداد مصدومایی هم که در ابتدای فصل داشتیم فکر کنم یه انتقادی باید به مربی بدنسازتون وارد کنیم. شما بدنسازی امسال رو چطور دیدید؟ به نظر شما بدنسازی خوبی داشتید اصلا؟ من به شما یه چیزی عرض کنم، چون جلسه قبلی هم که اومدم بهتون عرض کردم یکی عوامل مصدومیت‌های 4 تا بازی و یکیش که شکستگی بود که بحثش شده است. اون 3 نفر دیگه که آسیب دیدگاهی تحت فشار بودن به خاطر که ما زود وارد مسابقات شدیم و بازیکن اصطلاحاً با آمادگی وارد مسابقات نشد. اینجوری بازیکن احتمال آسیب دیگیش خیلی بالاست. امروز در نظر دویدن ما مشکل نداشتیم. ما بعد از یکیش چند تا موقعیت خوب از دست سعید با ظاهر 2-1 ما دست دادیم. اگه میدادم یعنی مشکل آفساید فرار کردیم نیمه. ببینید وقتی گل که می‌خوریم همه چیز کمی تاریک میشه، کمی سیاه میشه و خوب دیده نمیشه. ما گلی که خوردیم رو بحث بدنی نبود. به نظر من رو عدم تمرکز، رو هیجان زیاده. تیم هیجان زیادی داره. یه کمی اصطلاحاً آرامش تو تیم برقرار نیست که عوامل مختلفی داره که من بحث فنیشو فقط میتونم بگم. که اونم به نظر من باید تمرکز می‌کرد. مگه نه توپی نبود. یه موقعی شما الان چند 3 تا بازی دارید تو رشت می‌بینید شده بیان با ما تک به تک شن، 4-1 شن، بیان ما رو ببرن تو 6 قدم. همش روش یا ما مثل کرمان می‌خوره و پا میره بالا یا نمی‌دونم اینجوری اوت میندازن. گلای خوبی نمی‌خوریم. ما گلای سطح پایینی داریم می‌خوریم. من اینجوری بگم خیلی بهتره. در حد نام داماش و لیگ 1 اصلا نیست.